ایرانی جماعت یه جمله یاد گرفته، موقعی که دوربین اومده معجزه‌ای رخ نداده. ببین معجزه رو. یه روز پیغمبر بعد نماز صبح فرمود یا علی امروز بناس قافله های از ملائکه برای دیدار بیان در مطالبی قدغن است، کسی رو راه نده تو حجره من. مولا فرمودن از طلوع آفتاب من پشت در حجره بودم تا نزدیکای ظهر ابوبکر اومد بره تو. گفتم ممنوعه. گفت چرا؟ گفتم پیغمبر ملاقات داره. گفت با کی؟ گفتم با ملائکه. تا به حال 24,000 فرقه ملک اومدن پیش پیغمبر. ابوبکر حسود لعین در اومد گفت علی تو از کجا میدونی که 24,000 فرقه از ملائکه آمدن؟ فرمودن چون من میشنیدم صدای ملائکه را. 24,000 زبان با پیغمبر صحبت شد. الان بپرسم این روایت از کجا اومده، تو کامنت و این برنامه چون میگن یاردانگولی محمد ابن عبدون ابن نمیدونم یسن ابن چسن ابن فلان اومده به یکی از یارای یسن ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن فلان گفته بوده یه همچین دستی. با یه سرچ ساده توی گوگل فهمیدم بیش از 7100 تا زبون داریم. چند اومد که به شما کافرها هیچ ربطی نداره. قدیم به گویش هم میگفتن زبان. بیش از 2900 تا هم گویش داریم که جمعش با 7100 تا میشه 10,000 تا. حاجی کم داریم، 14,000 تا کم داریم. بی دین و ایمون. بذاریم با عدد ارقام بهتون ثابت کنم به شما کفار. بسیار بسیار ساده است. ببینین از طلوع آفتاب فرمودن تا ظهر میشه 7-8 ساعت. اصلا گیریم 10 ساعت. اوکی؟ خیلی ساده. این 10 ساعت رو ضرب در 60 دقیقه میکنیم میشه 600 دقیقه. حالا 600 دقیقه رو ضرب در 60 میکنیم که ثانیه‌اش در بیاد میشه 36,000 ثانیه. 36,000 ثانیه اونجا 24,000 نفر بودن. هر کدوم 2 ثانیه هم میشه 48,000 ثانیه. حاجی ریدیم.